در 17 آبان سال 1375 یک پسر بچه خیلی کوچولو به دنیا آمد به نام علی که خانواده‌اش هم یک روزی فکرشو نمی‌کردن که این پسر بچه یکی از مشهورترین و محبوبترین فوتبالیستای ایران بشه. اون از همون بچگی عاشق فوتبال بود و توی کوچه مثل همه فوتبالیستای الان فوتبال رو یاد گرفت تا به سن نوجوانی رسید که فوتبال حرفه‌ای خودشو از فتح تهران آغاز کرد. انقدری تو همون چند سال خوب بود که نظر پرسپولیس رو به خودش جلب کرد و تونست با پرسپولیس، تیمی که از همون بچگی عاشقش بود، قرارداد ببنده. انقدر این تیم براش ارزش داشت که حاضر بود جونش رو به خاطرش بده و وقتی میرفت داخل زمین با جون دل برای تیمش بازی میکرد. همین باعث شد که اون موقع به یکی از ستارگان باشگاه پرسپولیس تبدیل بشه و این عملکرد درخشانش باعث شد که به تیم ملی دعوت بشه. اون در سال 1380 به الاهلی عربستان رفت و مدت 5 سال اونجا بازی کرد. انقدری به همون مدت خوب بود که تونست توی سال 1383 به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب بشه. بعد از این همون موفقیت رفت به یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان، یعنی بایر مونیخ، که از شانس بد این پسر مسئولیت‌های پشت سر هم نذاشت که خودش رو نشون بده به خوبی و بعد از یک دوره کوتاه برگشت به پرسپولیس تا تونست درخشش خودش رو به هواداران نشون بده. انقدر توی این چند سال خوب بود که بهش میگفتن جادوگر و بعد از کلی جادوگری‌های دیگه به دلایل مختلف از فوتبال خداحافظی کرد و به مربیگری روی آورد. تو تیم‌های مثل تهران، سپیدرود رشت، تراکتورسازی، استیل آذین مربیگری کرد. ولی متاسفانه مربیگریش نگرفت و توی مربیگری اونقدر خوب نبود که توی فوتبال بازی کردن خوب باشه. به همین دلیل هم از مربیگری خداحافظی کرد و به دنیای پشت مردم ایستادن روی آورد. یعنی اینکه پشت مردم ایستاد. در سال 1399 در اعتراضات پشت مردم ایستاد و مخالف جمهوری اسلامی بود. به همین دلیل هم نه تنها مردم دوستش دارن بلکه خودش هم مردم رو دوست داره و پشت مردم وای میسته و نگذاشت خون جوانان ما پایمال بشه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید چون که این ویدیو به دست دوستانتون هم برسه و افراد دیگر این ویدیو رو تماشا کنن و یک حمایت از من بشه و ویدیوی خفن‌تر جدیدی بسازم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.